اینطور برای ماهیداری است. گروه ستاد کوری سرایستی حفظ محیط زیست در ولایت سوق در عملیات فوری آن را پیدا کرده از دریا برآوردند و مصادره کردند. زیرا حالا داشتن ماهی منع می باشد. با مقصد پیشگیری ماهیداری ستاد مخصوص در هیئت 14 نفره تشکیل کرده شده است. آنها ناظران شعبه نظارت دولتی استفاده و حفظ عالم نباتات، حیوانات و ذخیره های ماهی می باشند. مقصد از گذراندن عملیات حفظ ذخیره های ماهی در دوره تخم گذاری در سال 2023 می باشد. تو امروز اگر دوره منع صید ماهی گیریم از طرف ناظران زیاده از 150 عدد ترها از آبانبار بحری تاجیک و از سردریا برآورده شده در انبارخانه سرایست سپرده می شود با سند قبول. مردم اکنون با مقصد صید ماهی ترها رو با آب گذاشته با صید ماهی مشغول می شوند. حالا که دوره منع صید ماهی هست باز هم با همین کارها رخ داده ایستادند. نسبت آنها همان عملیات های شبانه روزی از طرف ناظران گذرانده شده ایستاده است. اگر شهروندان در وقت برداشتن تورهای ماهیداری دستگیر کرده شده باشند مواد ترتیب داده می شود نسبت آنها. شهروندی ناحیه سپیتامین در منطقه در پایان‌آب دریای سیر مواد ترتیب داده شد نسبت شهروند. ماهی داشته تقریبا 17 دانه ماهی داشته بودن. از طرف ناظران اشغال کرده شده مواد ترتیب داده شد. دوام 15 روز عملیات منع ماهیداری 36 عدد تورهای ماهیداری مصادره گردیده است. دوره منع ماهیداری باشد از سنه 1 اپریل تا 15 ایون ادامه میکند. حالا از روی معلومات‌های پیشکی دوام 15 روز از طرف ناظران شعبه و بخش‌ها 39 مراتب عملیات فوری گذرانده شد و 43 سند ترتیب داده شده است. نسبت قانون شکنان 11 عدد پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری و یک مواد عاید به صید غیر قانونی ماهی به پروکراتور ولایت برای اندیشیدنی چاره‌ها پیشنهاد کرده شده است. همه ساله در اساس فرمایش کمیته حفظ رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد کمیته جمهوری تاجیکستان از ماه مارت سر کرده از 1 مارت تا 15 ایونی صید ماهی منع کرده می شود. در سال جاری باشد در اساس فرمایش رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد کمیته جمهوری تاجیکستان از 1 مارت سال 2023 تحت نمره 42 درباره حفظ ذخیره ماهی در دوره تخم‌گذاری به توصیف رسید. در اساس فرمایش مذکور فرمایش سردار سرایستی حفظ محیط زیست در ولایت سوخت برآورده شد. این باشد از 1 مارت سال 2023 نامه 16 درباره عملی گردانیدن چاره‌بینی‌های حفظ ذخیره‌های ماهی در دوره تخم‌گذاری در فرمایش مذکور از دوره منع صید ماهی از 1 اپریل تا 15 ایون در آبانبارها، دریاها، شاخوبه‌های دریا، اینچنین در کانال‌ها صید ماهی منع کرده شده است. همچنین در رفت عملیات‌های مذکور از ساکنانی که به قایق شکنی راه دادند 2 عدد زورق رزینی و 36 عدد تورهای ماهیداری بی‌صاحب مصادره گردید. مسئولین سرایستی حفظ محیط زیست در ولایت سوخت مبلغ ضرری به ذخیره‌های ماهی رسانیده شده را حساب کردند. آن 1156 سامانی را تشکیل می‌دهد. آبانبار بحری تاجیک کانی بادام طرفی اشت ناحیه اشت سردریا تا گسی فرهاد میخوای عملیات گذرانده شدیم. در یک هفته 5 مراتب عملیات گذرانده بشه. گذراندن عملیات و ترغیب منع ماهیداری در دوره تخم‌گذاری را سرایستی حفظ محیط زیست در ولایت سوخت باید پیشکی اعلان نماید تا ساکنان از منع شدن صید ماهی آگاه شوند و کارهای ترغیباتی را طریق واسطه‌های اخباری عامه جان‌ناک به راه مانند. اما به گروه کاری ما پس از 1 هفته درخواست میسر شد که امروز همراه ناظران در عملیات اشتراک نماییم. آن هم بدون مسئولیت و کاربری و فارغ بالی صورت گرفت. گزارش مفنوش کور و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.